یو سلام علیکم. واقعیتش این ویدیو هیچ منطق خاصی نداره و قرار نیست داخلش اتفاق خاصی بیفته، ولی این دفعه پارکور ماینکرافت رو نذاشتم. آیم زرنگ. و در واقع حقیقت که دارم این ویدیو رو ضبط کنم بخاطر اینکه حوصله‌ام سر رفته و برقم رفته و خواستم این نکته جالبی رو بگم. دقت که این چند وقت اینترنت برم ریخته و فلان و البته اینایی که من دارم میگم فعلا واسه ایرانسل و معلوم نیست همراه اول چجوریه دقیقا، ولی به نظر میاد همراه اول خوبه و کلا همراه اول بستاشم خوبه. ولی شما همراه اول ببینید اگر میخواین اپراتور انتخاب کنید همراه اول یا رایتر انتخاب کنید. چی دارم میگم من اصلا چه ربطی داره به محتوای کنم بخیال. حقیقت اینه که من به این نتیجه بسیار منطقی و علمی رسیدم که گفتم بذار با شما در میان بذارم. ماجرا از این قراره که دقت کردین ما ایرانیا یه نکته خیلی جالب داریم، اینه که عادت میکنیم، خیلی سریع عادت میکنیم به قیمت‌ها، به اتفاقات، به جنگ، به هر چی خیلی سریع عادت میکنیم. مثلا به طور مثال این قضیه اینترنت و اینا هست که چند وقت به هم ریخته. یه واسه ایرانسل و اینا یه نکته ای داره که من بهش رسیدم. در واقع اینترنت این مدلی به هم میریزه که مثلا شما تا هر 5 ساعت در روز اینترنت ندارید، اینترنتتون درست نیست، آنتن میره، اینترنت قطع میشه، دوباره وصل میشه و اینا. اینترنت متصل کامل ندارین، در صورتی که مثلا شما کل روز باید اینترنت داشته باشین، پول دادین ولی ندارین. و سرعت اینترنت کنن که ماشاءالله اصلا سریعتر از سرعت نور فلش. ولی ماجرا اینجاست که اینا میان یه نکته خیلی جالب که خودم بهش رسیدم، به جای 5 ساعت یهو میان 8 ساعت مثلا برق قطع میکنن، اینترنت رو قطع میکنن، هرچند واسه برقم صدقه کنن چون الان نباید برقمون بره ولی میره. میان اینترنت قطع میکنن، بعد تو اینجوری که ای وای نه همون 5 ساعت خیلی خوب بود، بعد دوباره از اون بعد 5 ساعت میشه. چند بار این کارو میکنن و تو اینجوری میشی که نه 5 ساعت خیلی خوبه، خیلی بهتر از 8 ساعته و ناخودآگاه زیاد که این میگذره تو اصلا فراموش کنی که یه روزگاری تو اینترنت داشتی، کل مدت زندگیت اینترنت داشتی، پول میدادی، هرچند اون موقع هم دزدی زیاد بود ولی بود، حداقل بود، اینترنت بود، ولی الان نیست. و حالا جدا از اون من اومدم یه چیز دیگه ای هم مطرح کنم. یه نکته دیگه ای بود اینه که من میخوام یه سری ماینکرافتی شروع کنم و همینطور میخوام آرنا بریکاوت هم شروع کنم گذاشتنش و اینا. و واسه سری ماینکرافتی یه سری ایده ها دارم، در واقع 2 تا ایده دارم و یعنی بحث انیمه و اینا میخوام شروع کنم ولی تنبلم، گشادم و افسردگی شدید دارم و 1.5 ماه تابستون گذشت و الان 51% تابستون حدوداً گذشته و من دارم این ویدیو رو میذارم که باعث افسردگی شدیدتر من میشه. ولی شاید خود پارکور ماینکرافتی هم رفتم و من خیلی گیر دادم به ماینکرافت، در صورتی که صرفا ماینکرافت چیز نمی کنم، دارم دلتا فورس هم اوکی میکنم که دلتا فورس هم پلی بدم، ویدیوشم بذارم. ولی خب این قضیه دیر به دیر اتفاق خیلی چیزه، چون دلتا فورس همونطور که میدونین اگر بازی کرده باشین خیلی حجم میبره و خیلی اصلا فضای گوش رو پر میکنه، اینترنت میخواد و این ایران هم که قربونش برم اصلا اینترنت عالی و من فقط میتونم شبا، یه سری از شبا به اینترنت حدوداً پرسرعتی هم نیست، مثلا پینگم 250 200 ولی حداقل میاره و قطع و وصل نمیشه، ولی توی روز حدوداً همیشه قطع و وصل میشه. واسه همین من بتمن شدم، من ساعت خوابم کلا چرخیده بود و الان دوباره چرخوندمش و نمیدونم همینجوری داره میچرخه و من تا چند وقت دیگه شاید اصلا نخوابم، شاید کل روزو بخوابم. منطقی نیست این قضیه، ولی هرچی هست دیگه. خلاصه خواستم بگم این قضیه رو که اطلاع پیدا کنید و من حوصله ندارم که ویدیو بالای 7 دقیقه ضبط کنم. پس خداحافظ.